بسم الله الرحمن الرحیم. حسین عربشاهی هستم، مدرس زبان. اسمون از این فیلمی که شما میبینید توضیح 2 سال امتحان نهاییه. امتحانمون همیشه با سوالای دیکته شروع میشه. معمولا 8 تا جمله به ما میدن. تو هر جمله 2 تا جای خالی داره. باید حواستون باشه 2 تا جای خالی به چشمتون بیاد. شما میدونید که باید توی پاسخنامه اینا رو وارد کنید. معمولا خود کلمه رو مینویسیم، منتها اگر فقط اون حرف جای خالی رو هم شما بخواید بنویسید توی پاسخنامه ایرادی نمیگیرم، ولی به نظر من بهتره کل کلمه رو بنویسید، فقط خوانا باشه که بتونه اون کسی که تصحیح میکنه بخونه. من شروع میکنم، جمله ها رو دونه دونه میخونم و جای خالی هاشو بهتون میگم. There are 2 kinds of illnesses, physical and mental. کلمه هایی که اینجا جای خالیه، یکی فیزیکال یکی منتال. فیزیکال ایگرگ جای خالی مونده، منتال ای باقی مونده. باید خیلی حواسمون باشه. بازم دارم تاکید میکنم 2 تا جای خالی داریم برای هر سوال. سوال یا جمله دوم میدونید فرمتش اینه که 2 تا جای خالی توی یه جمله قرار میگیره یا 2 جمله تحت یک تیر A و B. جمله ای که خوندم A و B بود. حالا C و D یعنی جمله دوم. He has changed his study habits and improved his average. habit جای خالی داریم که I باید قرار بگیره. improved V باید قرار بگیره. The International Olympic Committee organizes all the events. Committee جای خالی مونه و organize. Committee یه M جای خالی داره، organize آی جای خالی داره. این توضیح هم بدم بهتون. اکثر لغت ها تو خود کتابه، توی خود اون نیوورد کتابه و خیلی کمتر اتفاق میافته که توی متنه. به هر حال برای اینکه بتونید تست رو خوب بزنید، یعنی این قسمت و این آیتم دیکته رو خوب بزنید، لغت های نیوورد و ریدینگ رو باید بخونید. 1 گزینه ها رو ببینیم. تو سویم، سویمینگ، سویم، سوام، یعنی شکل فعله. باید ببینیم کدوم یکی از شکل‌های فعل رو می‌خوایم ما. درس 2 یادتون باشه اسم مصدر بود، یا به جای فاعل می اومد فعل برای ING، یا بعد از حرف اضافه می اومد، یا بعد از یه سری افعال مثل اینجا یا اوید و اینا می اومد. یه گرامر دیگه داشت شکل فعل بعد از صفت، فعل تو بی، صفت بعدش باید مصدر می اومد. یه جای دیگه ای که شکل فعل برای اون مهم بود درس 4 بود. بعد از یک سری افعال مثل want و decide و promise فعل همراه با تو یعنی به صورت مصدر می اومد. حالا ببینیم کدومشه. Is it possible؟ خب مشخص شد. Is یعنی فعل to be، possible یعنی صفت. خب قاعدتا بعد از صفت باید فعل به صورت مصدر بیاد، میشه to swim. گزینه A. جمله رو میخونم. Is it possible for us to swim in this part of the river؟ فرمولش رو مینویسم. مصدرم منظورم توی به علاوه فعل. خب یه جای خالی گذاشتم. جای خالی میتونه بیاد میتونه نیاد، یعنی فور به علاوه مفعول میخواد بیاد میخواد نیاد. ولی شما بدونید بعد از فعل تو بی و صفت باید مصدر به کار ببریم. سوال 22 گزینه ها رو که ببینیم call them up call him up، پس میفهمید در مورد افعال 2 قسمتیه. افعال 2 قسمتی 2 جور بودن، یا جدا شدنی یا جدا نشدنی. جدا نشدنی که هیچ، مفعولمون چه اسم باشه چه ضمیر مفعولی بعد از 2 قسمت فعل میاد. ولی وقتی جدا شدنیه، اگه مفعول به صورت ضمیر مفعولی باشه باید بین 2 قسمت فعل، یعنی قبل از حرف اضافه بیاد. حالا ما گفتیم حرف اضافه هایی که اگر به فعل اضافه شن نشون میده که جدا شدنیان اینان: on, off, up, down, back, away, out, apart, aside. خب اگر فعلی با اینا ساخته بشه جدا شدنیه، یعنی ضمیر مفعولی بیاد قبل از اینا باید قرار بگیره. الان اینجا دقت کنید همشون کالاپه. البته تو گزینه‌ها هم آورده ضمیر مفعولی رو قبل از حرف اضافه بین 2 فعل قرار داده، بین 2 قسمت فعل قرار داده. حالا ببینیم بحثمون در مورد چیه. 2 تا نکته رو باید دقت کنید.
Did you call up their uncle؟ یکی این که اول از همه دید اومده. دید تو جمله بیاد نشون میده که زمان جمله گذشته است، گذشته ساده. خب این یه نکته. پس ما باید گزینه‌ای انتخاب کنیم زمان گذشته است، یعنی این که گزینه 1 و 2 میپره که کال داره، یعنی ایدی نداره. بین گزینه 3 و 4 یکی کال هیم آپ، یکی کال دم آپه. خب نکته دومی که تو این گرامر از شما میپرسن اینه که ضمیر مفعولیتون باید به اندازه یا به شخص مفعولتون بخوره. اینجا ما دیر آنکل داریم، خب آنکل مفرده، حالا دیر آنکل باشه یا مای آنکل، و به جاش باید از چی استفاده کنیم؟ هیم. پس نکته ای که الان به درد من میخوره اینه که بدونم دیر آنکل مفعولیه که مفرده، و به جاش هیم به کار میره. پس گزینه سوم درست میشه، کالد هیم آپ.